پسری رو برداشتم مورد تو جمع مشروب دادم خواستم اذیتش کنم اذیتش کردم یا میخواستم بکنم یک فیلم دیدی خب چرا حرف نمیزنی میگم بابا بچه هم میگه اذیتش کردم یا میخواستم بکنم والا عادی من نمیدونم من دارم میگم فیلم تا اونجا دیدن که بچه گری شد بعد دیگه بقیش نگاه نکردم بینت چرا به سر منه همین الان مهدی ببین چی دارم میگم همین الان هر کی تو ذهنت میرسه رو جمع میکنیم بریم بالا سرش مهدی زنگ میزنی به اون بی‌ناموس میگی داریم میایم رو سرت که هر کیو میخواد رو جمع کنه به کی زنگ بزنم بابا خودمون دو تای حریف کل ایل تو وارشیم نمیخوام اخیر جمع کنی الان کی آبرو ریزی میشه مهدی اعصاب منو خورد نکن همین الان گفتم برو زنگ بزن به همشون برو زود باش دیگه والله بالله هادی اونم مثل برادر خودم بود منم انداز شما اعصابم خورد زنگشو میزنم